امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور و این قطعه 42 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار هست که قراره با همدیگه نوازندگیشو یاد بگیریم. اسم این قطعه زرد ملیجه هست، یه قطعه ماندگار اثر استاد ابوالحسن صبا. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 42 زرد ملیجه یه قطعه دوچاره. قطعه دوچار ما قبلا زدیم و میدونیم که ماهیت این قطعه دو ضربیه و توی هر شماره ما باید معادل این نوت سیاه بزنیم و به خاطر نوت‌های چنگ و دولاچنگی که تو قطعه داریم و او اضافه میکنیم، یعنی شمارهشون میشه یک و او دو و او، یک و او دو و او. حالا نکته که اینجا باید بهش توجه بکنید اون نوت چنگ نقطه‌داریه که اول قطعه وجود داره. یعنی توی میزان اول ما یه نوت چنگ نقطه‌دار داریم و یه نوت دولاچنگ داریم. شمارش ما برای اینجا به این شکل میشه که 3 تا تیکه شمارش، یعنی یک او و برای نوت اول هست و او میرسه به نوت دولاچنگ آخر. بذارید اینو یکم براتون باز کنم که بهتر متوجهش بشید. اگر ما هر ضرب رو معادل یه دست در نظر بگیریم، این دست من معادل یک ضرب یا یه نوت سیاه اگه باشه، وقتی که این انگشتار رو من اینجوری از وسط نصف کنم، اینجا من 2 تا نوت چنگ دارم. یعنی اگه این یک و او هست، وقتی از وسط نصفش میکنیم یک او برای این میشه و او برای این یکی میشه. و وقتی باز دوباره اینا رو نصف میکنم، اینا نوت دولاچنگ هستن، یعنی یک او و او. این خورده ضرب های منه. حالا اتفاقی که توی ضرب اول افتاده اینه که این 3 تا خورده ضربه به هم چسبیدن و تشکیل یه نوت چنگ نقطه‌دار دادن. یعنی یک او و میشه برای نوت اول و او میرسه به نوت دوم. پس شمارش ما برای میزان اول به این شکل میشه که یک او و برای سی هست، او میرسه به ر. توی میزان دوم، توی ضرب دوم 2 تا نوت چنگ داریم، یعنی دو او برای اولی میشه و او برای دومی میشه. پس شمارشمون میشه یک و او، دو او و او. همه جاهای دیگه این قطعه رو هم شما میتونید همینطور برای خودتون آنالیز کنید که بهتر ریتم رو درک بکنید. دقت کنید نکته این قطعه همین میزان اولشه و سعی کنید اینو خیلی دقیق و خوب یادش بگیرید و صحیح اجراش بکنید. اوکی، بریم با هم دیگه پیش بریم. در طول قطعه اگر نکته دیگه ای بود حتما با هم دیگه بررسی میکنیم. پس میزان اول نوتمون هست سی ر دو ر. نوت‌ها رو که اگه بخوام اجرا کنم میشه سی ر دو ر. حالا با شمارش یک و او، دو او و او. پس یک او و برای نوت اوله، او برای ر هست و چون یه نوت دولاچنگ و ارزشش کمه بلافاصله باید نوت بعدیش اجرا بشه، یعنی نوت دو باید بچسبه به ر قبل از خودش. یک و او، دو او و او. اینو باید خیلی با دقت تمرین کنید. میزان دوم نوتامون هست ر ر فا ر ر فا. یک و او برای نوت اول، دو و او برای 2 تا نوت چنگ. یک و او، دو و او. بعدش علامت چی داریم؟ تکرار یک میزان. اینو خیلی وقتا هنرجو اشتباه میکنن، فکر میکنن این علامت تکرار 2 میزان قبله، ولی این علامت تکرار 1 میزان قبله. یعنی فقط میزان دوم باید 2 مرتبه اجرا بشه. پس من اگه بخوام این 2 میزان رو یعنی از اول اجرا بکنم با تکرار این 1 میزان میشه یک و او، دو و او، یک و او، دو و او، یک و او، دو و او. بسیار عالی. میریم سراغ میزان بعد، یعنی میزان آخر خط اول. نوتامون هست ر دو 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 ر. این ر دو دو رو اگه من بخوام با اون انگشتایی که بهتون نشون دادم نشونش بدم به این شکل میشه که این دوتا به هم دیگه میچسبن ولی این دوتا بازن، یعنی یک او میشه برای نوت اول و او میشه برای این دوتا نوت دولاچنگمون. پس نوتامون بود ر دو 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 ر. به راستشمش هم توجه بکنید که دقیقا همونی باشه که خودش گفته، 2 تا راست اولش داره. شماره‌شون میشه یک و او، دو و او. نکته‌ای که اینجا هست اینه که بعد از این میزان 2 بار علامت تکرار یک میزان داریم. این هم باز دوباره
حواستون باشه که اشتباه نشه. این تکرار 2 میزان قبل نیست، 2 بار تکرار 1 میزان قبله. یعنی همین میزان ر دو 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 ر باید 2 مرتبه دیگه هم اجرا بشه که با خودش میشه 3 بار. پس ر دو 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 ر رو باید 3 بار اجرا بکنیم. ر دو 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 ر، دوباره پس 3 بار این ر دو 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 ر اجرا میشه. میریم سراغ خط دوم، سی دو سی ر. خیلی ساده، 4 تا چنگ، سی دو سی ر. میشماریم 1 و دو و او. میزان دوم خط دوم تکرار میزان آخر خط اوله، ر دو 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 ر، که بعدش هم یه تکرار 1 میزان داره، یعنی باید این میزان 2 بار اجرا بشه. حواستون باشه اینجا دیگه راست و چپ برامون نذاشته. راست و چپ رو باید نگاه کنیم به اون بالا، چون نوتمون تکرار شده یا الگوی اون ریتمی که نوتمون تکرار شده دیگه راست چپ رو براش نمیذاره. شما باید راست چپ رو دقیقاً مثل بالا بزنید، یعنی راست راست چپ راست چپ. 2 مرتبه اجراش میکنیم، 1 و او دو و او 1 و او دو و او. میریم سراغ میزان بعد، یعنی خط دوم، میزان سوم. نوتامون هست دو سی 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 دو. همون نوته فقط یکی اومده پایین‌تر، مثل میزان قبلیه، فقط یه نوت پایین‌تر. راست و چپش هم باید مثل همون بزنیم، دو سی 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 دو. میشماریم 1 و او دو و او. میزان بعد، میزان آخر خط دوم، باز یه نوت میاد پایین‌تر. نوتامون هست سی لا 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 سی، سی لا 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 سی. میشماریم 1 و او دو و او. و خط سوم نوتمون هست لا سل 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 لا. میزان بعدی هم که یه جفت سله که جمله رو تموم میکنه، پس شد لا سل 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 لا سل. این جفت سل جمله رو کامل میکنه. و بعد از این یه علامت تکرار داریم، دو خط تکرار داریم که باید برگردیم از اول قطعه تا اینجا رو تکرار بکنیم. من یه دور این 2 خط و نیم رو براتون اجرا میکنم که حالتش رو متوجه بشید. بسیار عالی. میریم سراغ ادامه قطعه. خط سوم، میزان سوم، باز تکرار بالاه. نوتامون هست ر دو 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 ر و بعد 2 تا جفت سل. ر دو 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 ر سل سل. میشماریمش 1 و او دو و او 1 و او دو و او. اینجا علامت تکرار 2 میزان قبله، چون وسطش خط داره، یعنی در واقع انگار 2 تا میزان خالیه که باید با 2 تا میزان قبلی پر بشه. پس 2 مرتبه پشت سر هم باید اینو اجرا بکنیم. 1 و او دو و او 1 و او دو و او 1 و او دو و او 1 و او دو و او. میریم خط چهارم. نوتامون هست سی دو ر ر دو ر، سی دو ر ر دو ر و بعدش هم 2 تا جفت سل سل سل. اینو با شمارش میزنم، 1 و او دو و او 1 و او دو و او 1 و او دو و او و او دو و او. من تکرار 2 میزانش رو هم اجرا کردم. خط چهارم، میزان سوم، خیلی ساده، 4 تا نوت چنگ داریم، سی دو سی ر، سی دو سی ر. میشماریم 1 و او دو و او. میزان آخر خط چهارم باز میزانیه که خیلی وقتا هنرجو از نظر ریتمی شمارشی اشتباه میکنن. 4 تا نوت دولاچنگه که هست دو 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 و بعد 2 تا چنگ سیلا. این 4 تا نوت دولاچنگ باید بچسبن به هم دیگه. هیچ مکسی بین این نوت اول که رو سیمای زرد میزنیم با اون ستایی که رو سفید میزنیم نباید باشه. دو 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 سی لا. میشماریمش 1 و او دو و او. خط بعد، خط 1 2 3 4 پنجم، نوتامون هست سی 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 لا دو، سی 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 لا دو. دوباره سی 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 لا دو. میشماریمش
یک و دو و. خط پنجم میزان دوم سی 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 لا سل، سی 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 لا سل. میشماریم یک و دو و. میزان سوم دو 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 سی لا، میزان بعدی سی 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 لا سل. پس تو میزان آخر خط پنجم دو 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 سی لا، سی 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 لا سل. میشماریم یک و دو و یک و دو و. دقت کنید اول خط آخر یه علامت تکرار دو میزان داریم، یعنی دو تا میزان آخر خط پنجم باید دو مرتبه اجرا بشه و بعد از اون یه جفت سل میزنیم و قطعه تموم میشه. یک و دو و. بعد از این یه علامت دولا خط تکرار داریم که باید برگردیم از خط سوم، میزان سوم کل این قسمت رو دوباره تکرار بکنیم. من این قطعه رو از اول تا آخر با تمام تکراراش اجرا میکنم که متوجه بشید چطوریه. تکرار. بسیار عالی. اگر این قطعه رو بخوایم با مترونوم اجرا بکنیم، خب سرعت رو به ما داده 80، پس مترونوم رو تنظیم میکنیم روی سرعت 80 و دو ضربی. یک دو یک دو یک و دو و یک و دو و یک و دو و. و جلوتر که تکنیک ها رو یاد بگیریم، اون وقت میتونید این قطعه رو به این شکل اجرا بکنید که پرتر و حرفه‌ای‌تر و زیباتر میشه.
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.